خب رسیدیم به یه آنباکس دیگه و در ادامه آنباکس های سمی این جانب کیس CMT 211A از برند FSP رو داریم. خیلی مخلصم، حسین موردی هستم، اینجا PC ریزر. ادامه ویدیو رو ببینید. خب این کیس طبق کیس های دیگه ای که تقریبا تو بازار ایران هست ساخت برادران چین تو دهاتای شنزن هستش و چیزی که میبینیم میگه که آقا رادیات 360 ساپورت میکنه، 7 تا PC های گرافیک داره به لحاظ ارتفاعی و ARGB و پنلش هم شیشه‌ایه. خیلی مشتاقم من ببینم این کیس رو. و طول کارت گرافیکی که ساپورت مونه 32 سانته، CPU هم که خنک کننده CPU هم که میتونیم بندازیم روش 16 سانته. در مجموع خیلی مشتاقم ببینم که چی به چیه این. بریم بازش کنیم. فکر کنم روش 4 تا فن هم داره که 3 تاش ARGB هست. من مجبورم اینجا بلند شم، ببخشید. فکر کنم بچه صدای دریل نمیاد، یه صدای دریل میاد. بنده خدایی داره این بغل خونمون ساختمون میسازن، داره سوراخ کاری میکنه. سوتم زدم براش که آقا برو خدا بذار من ویدیومو بگیرم، ولی فکر کنم جواب نمیداد. خب کیس رو در آوردیم، ژینگلکاشو در بیاریم، فیبراش. آقا من خیلی مشتاقم اینو ببینم و خیلی وقت کیس ARGB ندیده بودم. خب اینو برای یکی از بچه ها گرفتم که میگفت زیاد اهمیت نداره برام اینجور چیزا و گفتیم ما هم چی باشه که فن داشته باشه، جدید باشه و رخ کارو ببینید و بریم سراغ بررسیش و اینکه چیه. در شما کنیم برخلاف کیس ایرانی که اینا اسمن طولس بود، اینا جدی با دست باز شد. بچه‌ها 2000 years بلند شد. آقا من مصیبت دارم اینجا، این داره خودش جمع میکنه اینو، یعنی مغزتون خدا شاهد. نگاه کن یه چسبونو خود بنده خدا میخواد بکنهش کنه. خب طبق بررسی های دیگه بریم سراغ شیشه. یه شیشه که هیچ موجی روش نداره و یه دسته یه کوچولو ماته اونجوری که الان میتونید ببینید منو، و شیشه حرارت دیده است گویا. بذارمش این بغل. خب راجب بدنه اول اظهار نظر کنیم. یه کاغذ داره که میگه که جایزه مثل این که میخوام بدم، میگه که FSP خودتون نشون بده به ما، یعنی به نمایش بذار و جایزه ببر، که ما جایزه نمیخوایم چون جایزه هم ببریم به دستمون نمیرسه، ما تو ایرانیم. خب اینجا این لوگو FSP میبینید که ویدیوش رو میتونید الان ببینید نزدیکتر. و در پشتم من باز کنم. خب برای این گفتم من در بغل رو باز کنم که ببینیم چجوریه. ورقش اسمونم که یه لول از اوست و فاتر بچه هایی که تو ایران هستن ضعیفتره. نمیخوام بکوبم اما خداییش، ولی اوست توریش اینجوری میرفت داخل. ما خودمونم آهنگریم و کسی بیاد راجبت تو از آهن سر در نمیاری اینو نظر بده، من یعنی میدونم بابا من خودم آهنگرم. 6 تا دونه پیچ برای بستن مادربرد گذاشتم روش. و خب بریم جلوی کیس. خداییش این در بغل که هیچ قشنگ میبینید دیگه چجوری داره تاپ میخوره، ولی این هیچ. میذاریم کنار.
اینا بگم ما داریم راجع به کیس 2300 صحبت می‌کنیم که حداقل 3 تا دونه فن ARGB روش هستش. جلوی کیس بچه واقعا جذابه. بذارید من درست بشینم. و من فکر کردم یه دونه توری صاف باشه که یه دونه مثلا زایه این وسطه که فنا رو 2 تیکه میکنه، ولی یه تو رفتگی داره که حالا ویدیوش رو میتونید ببینید و خیلی جذابه. جلوش انصافا جلوش جذابه. یه سری پلاستیکا به صورت اینطوری کار کردن که وقتی فنا روشن میشه میتونید جذابیتش رو ببینیم. و اینکه روی سقفش یه دونه دکمه برای پاور داره، یه دونه برای LED. این احتمالا ریست نداره، دکمه ریست رو نداره. یه USB-C داره، 2 تا USB 2 و یه نه جک صدا. خودش نمیشه نه FSP نوشتن. خب اینجا برامون چی گذاشتن؟ خیلی هم قشنگ بستید اربا عمتون. آها خب بچه ها دیدید زمانی یه تایمی میشه که شما، البته بله، یه تایمی میشه که شما این پنل‌های پشتی رو میکنید و خب میخوای گرافیک رو نصب کنید دیگه، و اینکه چیز میشه اینا بعد این مدت شما حالا مثلا مادربرد رو تعویض میکنی یا کارت گرافیکت رو میفروشی، جاش خالی میمونه. 2 تا دونه برای ما گذاشتنیم دوستان و این کار ارزشمندیه. بچه عزیز اگه صدای منو توی شنزن چین میشنوید، کار ارزشمندیه. برامون اومدن 4 تا دونه بست کمربندی مشکی گذاشتن که کافی نیست ولی تشکر میکنیم ازتون. و پیچم به مقدار کافی گذاشتن، حتی این پایه های مادربرد رو هم مشکی کردن هرچند دیده نمیشه و کلا پیچاش مشکی است. اینم مشکی میذاشید دیگه، بازرم مشکی میذاشید، برشید یه دونه پایه قرمز اینجا زدید. حالا شاید برای اینکه مثبت منفی دیده شه، چه میدونم. کابل ها بچه ها، یه چیزی که هست اینجا اینه که این فن پشتی چیز نیست، ARGB نیستش و ولی خب وصلن دیگه. اینها به این صورت به هم دیگه وصلن و از طریق این هدر ARGB آدرس میتونید بهشون بدید و خبری از هاب پشت مادربرد نیستش. هابایی که توی فاتر، گیرین یا بقیه برندها میتونید ببینید، اینجا خبری ازش نیستش. این پشت کیس کابل ها بنزه کافی بلند هستن برای اینکه مدیریت کابل انجام بشه. این فضای پشت خوب هستش و شما میتونید کابلاتون رو به راحتی رد کنید و قلاب های هم گذاشتن که ببندیدش و SSD میتونید کف کیس نصب کنید. اینجا هم 2 تا دونه جا داره برای SSD و روی سقف هم میتونید کولر 240 نصب کنید قاعدتاً و جلوی کیس هم میتونید 360 نصب کنید و اینجا هم جا براتون گذاشتن که شما به راحتی بتونید کولر 240 تون رو جا بدید و مشکلی از اون بابت ندارید. و دریچه هایی هم که برای رد کردن کابل ها گذاشتن مناسب، خوبه و باید بگم که مطابق کیس های دیگه توی کف برای یه توری برای پاور گذاشتن و اینکه شما میتونید همه جوره دیگه این جای هاردی که اینجا هست رو اگه پاورتون بزرگ باشه جا به جا کنید. این صدای دریله قطع شد، من راحت شدم، خدا شاهده، داشتم روانی میشدم. خب دیگه میمونه چیش؟ پاور هم که پاورهای سایز بزرگ هم میتونید بذارید، کارت گرافیک هم 32 سانتی میتونید بذارید. بچه ها من برم یه لحظه
چیزو بیارم، یه دونه 30 سانتیه بیارم ببینم چجوری میشه. تو راحت میره این رفت جا شد این. پس کارتای بزرگ هم مشکلی ندارن. پس کارتای بزرگ هم مشکلی ندارن توی این کیس و فقط میمونه روشن شدنش دیگه. روشنش کنیم ببینیم چجوریه. من سعی می‌کنم ویدیو اسمبل شدهش رو هم برای شما بذارم تا ببینیم چجوریه. بریم روشنش کنیم. من خودم دوست دارم روشنش رو ببینم. خب اینم روشنش هست. گیر کردیم بچه ها. اینه یه کلکی برداشتن زدن که خب زیرکانه است و من خودم هم دیدم الان جا خوردم. در واقع ما با 4 تا دونه فن معمولی طرفیم و خودم هم دارم تعجب میکنم. و میبینید این وسط یه دونه مشک سیاهی هست، پشت این اومدن SMD های RGB رو کار کردن و یه نوار RGB سرتاسری داریم ما این پشت. حالا ویدیوش رو میذارم اینجا ببینید. و اینکه دقیقا همین فنی که اینجا میبینید، این فنی که اینجا میبینید رو ما همین جلو داریم، چیز عجیبی نداریم. و این آدرسیبل بودنش هم دقیقا همین نوار فقط آدرسیبله. اینش رو هم بذارید من تغییر بدم. حالا نمیدونم چجوری میشه. خب بذارید من برای خاموشم، هر کی نمیخواد بره. بچه ها این چیزی که من دارم میبینم شما هم دارید میبینید دیگه. واقعا کار زیرکانه‌ای کردم و واقعا هم قشنگ شده. یعنی بگم تو ذوق میزنه یا بده و اینا نیست و خیلی روون داره. این RGBش جابجا میشه و میتونم بگم واقعا دهنتون سرویس. راجب شدت پرتابش یه ذره فناش یه کوچولو نویز ریزی داره، ولی جریان هوا خوبه داخل کیس و واقعا من هنوز برگام ریخته. اینم تغییرهای رنگاش که منم مثل این بچه های خوشم میاد تغییر میدم. این رقص نور کیف کنید. حالا بریم اسمبل شدهش هم میذاریم. البته بچه ها بعضیش پرسیده بودن که این پنل جلو در میاد. پنل جلو بچه ها رازش اینه، میبینید. بذارید حالا من برق رو روشن کنم. اینه، میبینید یه نوار کار شده خیلی ساده. یه دونم اینجا توری فلزی گذاشتم برامون که مگنتی هم هست. شما میتونید این مگنتی رو در بیارید بیرون، ولی خب و فن هاتون مشخص باشه که به این صورت میشه. فن ها اگه قرار باشه مشخص باشه. آقا انصافا این حالتش هم خوبه دیگه. حالا این مگنتی هم جذابه، اونم جذابه. حالا بذارید در بیارم چیکار بزنم. فناش هم قابل تعویضه دیگه. ولی این پلاستیک جلوش آنچنان پلاستیک با کیفیتی نیستش، ولی خب جا گذاشتن که اگه بشکنه یه روزی شما بتونید پیچش کنید. فنام راحت در میاد، پیچاش باز میشه راحت در میاد. خب شاید شما هم مثلا سورپرایز شده باشید و دلیل حالا قیمت خوب این کیس هم همینه که کلا اومده یه دونه خطی کار کرده دیگه، فنای ARGB استفاده نکرده، زیرکانه است، زیباست و در هر دو حالتی که شما اون توری جلو رو در بیاری یا اینکه بذاری بمونه، در هر دو حالتش هم واقعا جذابه.
من خودم هم ببینم. خب بابا واقعا در دو حالتم جذابه. میخواستم ایراد بگیرم به این که آقا شما که 3 تا دونه انداختی یه نمی پشت مینداختی دیگه، چه کاریه؟ ولی دیدم خب کلکا نکردن این کارو. و بریم حالا سیستم رو توش اسمبل کنیم. اسمبل شدهش رو هم براتون میذاریم که به چه شکل هستش. خیلی مخلصم، ادامه ویدیو رو ببینید. اینم یادم رفت بگم که لایک و سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید، کامنت هم بذارید برای بچه‌ها که قصد خرید این کیس رو دارن بفرستید تا ببینم با چی طرف هستن. مخلصیم. خب برگشتیم بعد 2 روز. نکاتی که میمونه اینه که دریچه هایی که کابل ها رو رد میکنیم خیلی جای مناسبیه، بنزه کافیه. این پشت برای مدیریت کابل خیلی فضامون خوبه و در بدون هیچ فشاری بسته میشه. وقتی که کابل منیجمنتتون تمام میشه و کابل ها رو میبندید، فضا انقدر خوب هستش که شما این در رو راحت میبندید و نیاز به فشار آوردنی نیستش. و نکته جالب دیگه این که هوای خروجی خوبه، اون جلوش که میشه هوای خنک رو داخل خوب میده و محبوس شدن گرما نداریم. امیدوارم ویدیو راضی بوده باشید و کمکتون کنه تو خرید و انتخاب این کیس. خیلی مخلصیم. ارادت.